کسایی که سر ریش ریشخند میزنن، همین کسی را که دیرش هم میبینی که در سیمای ریش آدم تروریست هم میبینه، شما میره باور میکنین؟ در روز قیامت کت فرعون و هامان و شداد و نمرود حشر میشه در صف کفار. سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس شورای علما تنها نهاد صادرکننده فتوا در تاجیکستان طی یک نشست خبری در استانبول ترکیه منع ریش در کشور را تصدیق کرد. باز همین کسی را که دیرش هم میبینی که در سیمای ریش آدم تروریست هم میبینه، شما میره باور میکنین؟ یه بار همین تروریستا را طالبا را ببینین ریشاشون دویدگی تو روشونه. بدا به حال کسی که در روز قیامت بخیزه و قرار رفته دیگه صف مسلمان ها ایستاده است و ملائکت صدا کنند که حکم الله متعال است و امتاز اليوم ایها المجرمون. ای کسایی که سر ریش ریشخند میزنین برین برای صف مسلمان ها که شما کافر شوین. شما